شنیدن موسیقی یعنی روزه را باطل نمیکنه، ولی بهتر است عزیزای ما در ماه مبارک رمضان به چیزا مصروف نباشن به جایزی به شنیدن تلاوت قرآن و ذکر و اذکار و تسبیح. این روزهش باطل نمیکنه. و دیدن به نامحرم، انسان در بازار میره چشمش برای خانم میفته، خانم برای یک مرد میفته، این برای روزه کدام ضرری نداره. یک نوعی داروی یا قرص زیر زبان میگذارن به خاطر تکلیف قلبی، به مجرد گذشتن ذوب میشه در زیر زبان. این برای روزه ضرری نداره و عزیزای ما که تکلیف قلبی دارن الله شفای عاجل و کامل نصیبشان بگردانه و انشالله که خوب شون و خیر میتونن که روزهشان رو بگیرن ادامه بدن. صحبت کردن با تلفن همراه لیلا مثلا الله نامزاده از یا عروسی کرده، شرطی که نکاح شده باش، نکاح کرده باش، ضرری برای روزش نداره. انشالله روزه درست است، روزه باطل نمیکنه. و چون جوانو زیاد پرسان میکنه در ماه مبارک رمضان با همسرم صحبت کنم تلفن روزه ما خانه نمیشکنه. نه جوان عزیز، شرطی خودت کمی که مواظب باشه کدام خرابی و جنجال دیگه جور نکنین.